بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که هر کجا تشریف دارید در زیر سایه لطف و رحمت الله متعال قرار داشته باشید. کسانی که اسم الهه دارند چه کار کنند؟ ببینید عزیزان، در مورد نامه هایی که به اصطلاح مناسب نیست یا مثلا معنی بدی داشته باشند، یا نامه های فرض کنیم که معبودان باطل ادیان باشند، نامه های بت هایی باشند، نامه هایی باشند که شرک آمیز باشند، اینها را رسول الله صلی الله علیه و سلم عوض می کردند. اگر کسی می آمد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و نام نامناسبی داشت، یا از نظر معنی یا از نظر اینکه نام به اصطلاح شرک آمیزی بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم این نام ها را تغییر میدادند. اگر کسی نامش به اصطلاح از نظر شرعی مشکل داشته باشد، حکمش این است که نامش را باید عوض بکند. نامش را باید عوض بکند. این اولاتر و بهتر هست. آیا بعد از استفاده از پماد واژینال باید غسل بگیریم؟ نه، چون این چیزی لازم نیست. بعد از استفاده پماد غسل لازم نیست و صرفاً وضو کفایت می کند. صرفاً همین که فرد وضو بگیرد همین مقدار کفایت می کند. این که به اصطلاح پمادی رو استفاده کرده یا این که مثلا توسط پزشک معاینه شده، این سبب وجوب غسل نیست. قبل از سلام آخر نماز بعد تحیات درست است دعا خواندن؟ بله، یکی از جاهای دعا که در نماز به اصطلاح دعا می شود همین قبل از سلام هست. بعد از این که تحیات را خواندید، بعد از آن هر دعایی را که بلد هستید دعا بکنید. یکی از جاهایی که دعا بهتر اجابت می شود همین قبل از سلام هست. آیا استخاره تایم مشخصی در شب دارد؟ نه، استخاره زمان مشخص و وقت تعیین شده ندارد. تفاوتی ندارد که در شب باشد یا در روز باشد. شما در هر وقتی که خواسته باشید می توانید که نماز استخاره بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز استخاره را این گونه به اصطلاح توضیح دادند که 2 رکعت نماز هست غیر از نماز فرض، یعنی 2 رکعت نماز سنت شما بخونید به نیت این که من استخاره میگیرم. 2 رکعت نماز بخوانید و بعد از آن در آخر نماز بعد از اینکه سلام دادید دعای استخاره رو بخوانید که پروردگار من فلان کار رو میخوام انجام بدهم، تو میدانی و من نمیدانم، تو قدرت داری من قدرت ندارم، تو علام الغیوب هستی پروردگارا، اگر این کار برای من خیر هست و برای دین من، دنیای من، عاقبت و آخرت من خیر است، این کار رو برای من مقدر بفرما، و اگر این کار برای من در دین و دنیای من شر هست و برایم خوب نیست، من رو از این کار منصرف بگردان و خیر را هر کجا که هست برای من مقدر بفرما. این دعای و نماز استخاره هست و وقت خاصی ندارد. هر وقتی شما می توانید در شبانه روز این نماز را بخوانید و بعدش این دعا را بخوانید. شما گفتین نفرین حرامه. آیا نفرین به دشمن هم حرام است، کسی که در حق ما ظلم کرده؟ نه، در حق کسی که در حق شما ظلم کرده جایز هست که شما به صورت تظلم بکنید و بیان بکنید این را، ظلمتان را مثلا فریاد بزنید. این از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما برای کسی که در حق شما ستمی نکرده و شما مظلوم واقع نشدید، نمیتوانید که فردی را نفرین بکنید که رسول
الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انسان مسلمان طعان و لعان نیست، یعنی طعنه و لعنت و نفرین نباید که ورد زبان و تکیه کلام انسان مسلمان باشه. منتها اگر کسی مثلا مورد ظلمی قرار گرفته، حقش رو خوردن، میتونه از نظر شرعی شکایت بکنه، اعلام بکنه، مسئله رو به قول معروف علنی بکنه تا اینکه بتونه حقش رو بگیره. این از نظر شرعی اشکالی ندارد. در مورد فردی که زنا کرده و پشیمان شده تکلیفش چیست؟ تکلیفش این است که توبه بکند. هر کسی که گناهی رو مرتکب شده، الان گناه زنا یا گناه دیگری باشد، حکم شرعی این است که انسان باید توبه بکند از گناهی که مرتکب شده. ببینید اساساً انسان در دنیا جایز الخطا هست و هر انسانی امکان داره که پایش بلغزد، خطایی بکند، الان زنا باشه یا گناه دیگری از انسان سر میزند. اما آن چیزی که مهم هست این است که انسان نباید به بهانه این که چون که من گناهی را مرتکب شدم، چون که الان دیگه این پرده دریده شده و من مبتلا به گناه و آلوده شدم، باید دیگه بی‌محابا گناه بکنه که بله من انسان گناهکاری هستم. نه، این یک وسوسه شیطانی هست که انسان رو به گناه بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. تو انسان پاکی نیستی، حالا که گناه کردی دیگه اینم بالای گناه قبلی. نه، انسان باید توبه بکنه. توبه معنیش این است که انسان از گذشته پشیمان بشود، عملا فعلا در حال حاضر از گناه دست بکشد و تصمیم قطعی بگیرد که من بعد از این گناه را تکرار نمی کنم و سعی بکند که 2 رکعت نماز بخواند و از الله متعال طلب مغفرت بکند، زیاد استغفار بکند. از کاری رو که به معنی استغفار و طلب مغفرت هستند، استغفر الله ربی من کل ذنب اذنبته و اتوب الیه، یا همین ساده استغفر الله، این رو زیاد تکرار بکند به این معنی که از الله طلب آمرزش بکند، انشالله که الله متعال گناهانش را میبخشد. مولانا خیلی خوب و مهربان هستید. من سوال کردم جواب ندادیم، دیگه سوال نمیپرسم چون میدونم پیام نمیخونیم. از قضا الان پیامتون رو خوندم و تا سوالی درش نیست. در مورد حمام، حکم حمام کردن در شب را بگویید چیست؟ خصوصا کسی که جن زدگی داشته 1 ماه قبل، میگن شبا جن زیاده و در حمام هم جایشان هست. ببینید که در مورد این که انسان در شب حمام بکنه هیچ گونه ممنوعیتی وارد نشده، هیچ گونه ممنوعیتی وارد نشده در مورد حمام کردن در شب. الان تفاوتی نداره که غسل جنابت باشه، غسل پریودی باشه، یه غسل عادی باشه، هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد نشده. درست است که در روایتی آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان هذه الحشوش محضرتون، که این به اصطلاح دستشویی ها جایی هستند که جن و شیاطین وجود داره. اما وقتی که انسان وارد دستشویی می شود، همین دعا را که می خوانیم که اللهم، یه دعای به اصطلاح ورود به دستشویی را که وقتی که می خوانی اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، این به این معنی هست که الله متعال ما را حفاظت می کند و وقتی که ما بسم الله گفتیم جن ها دیگه نمیتونن به ما ضرر و زیانی برسانند یا اینکه ما را ببینند. وقتی که کسی وارد حمام می شود اولش بسم الله بگوید یا همین دعای دستشویی رفتن رو به اصطلاح بخواند، دیگه بعد از این جن، ولی اینکه جن زده شده باشه قبلا اذیتش کرده باشند، این هیچ گونه ضرر و زیانی نداره، مانعی نداره، میتواند که برود در شب هم غسل بکند. آیا آرزوی مرگ کردن یا دوست داشته باشیم زودتر بمیریم ناجایز هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابه. مبادا شما به خاطر این که به شما یک ضرر و زیانی رسیده، درد و رنجی رسیده، نباید که شما طلب مرگ بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که زندگی برای انسان مسلمان در هر حالت خیر هست، یا این که انسان گناهکاری باشه، چه بسا که فرصت توبه الله متعال به اون بدهد، این برایش خیر هست. اگر انسان نیکوکاری هست، اساسا مشغول انسان نیکوکار مشغول نماز و عبادت و نیکوکاری هست، طبعا این برایش
بعدش خیر هست. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما آرزوی مرگ نکنید و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 نفر اومدند با هم مسلمان شدند و یکی از اون 2 نفر شهید شد و نفر دوم رفیقش 1 سال دیگر به اصطلاح زنده ماند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعداً به مرگ عادی وفات کرد. طلحه در خواب دید که اون کسی که شهید نشده بود و به مرگ عادی و 1 سال بعدش وفات کرده بود، در خواب دید که این زودتر از اون برادر و رفیق شهیدش زودتر از اون به بهشت رفته. همین خوابش رو تعریف کرد، همه تعجب کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که مگر شما این رو حساب نمی کنید که این 1 سال بعد زنده بوده، تو این 1 سال چقدر نماز خوانده، چقدر روزه گرفته، چقدر زکات داده، چقدر اذکار خونده، قرآن تلاوت کرده، همه اینا حساب می شود. پس بنابراین این که زندگی انسان مسلمان طولانی باشد در هر صورت برایش خیر است. اگر بدکار باشه توبه می کند و اگر نیکوکار هست طبعا نیکی‌هایش 100% دیگه اضافه می شود. در نهایتش اگر کسی به اصطلاح به تنگنا رسید در دنیا، رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو فرمودند که اگر خیلی سخت بود برایش این اندازه دعا بکند: پروردگار اگر زندگی برای من خیر هست مرا زنده نگهدار و اگر مرگ برای من بهتر هست خیر هست مرا از دنیا ببر. اگر که نهایتش میخواد دعا بکند این گونه مشروط دعا بکند، نه اینکه خدای مرا بکش مرا از دنیا ببر، نه، این گونه دعا بکند که پروردگار اگر زندگی برایم بهتر هست مرا زنده نگهدار و اگر که مرگ برایم بهتر هست مرا از دنیا ببر. این از نظر شرعی تا این اندازه جایز هست. آیا حکم این جایز است که وقتی پسران کوچک را از صف اول مسجد بزرگان به صف آخر روان می کنند آیا جواز دارد؟ نه، چون این چیزی کار درستی نیست. این که بچه ها رو از میان صفها لابلای صفها بیرون بکنن چون که شما بچه هستی شما برید در صف آخر، نه، چون این چیزی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداشته. بچه ها رو جدا نمی کردن و حتی در روایات داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین گاه وقتی می آمدن یا پیامبر اونا رو همراه خودش می آورد و جلوی نماز بودن، وقتی که رسول الله می رفتن به سجده می رفتن بر پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار می شدند. ما هیچ گونه روایتی نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند که بچه ها رو از وسط صف ها بیرون بکنید. بله، این اندازه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیلی منکم اولو الاحلام و النهی، پشت سر من کسانی که میستند انسانهای عاقل و عالم بیستند. این ثابت است. اما این که بچه ها رو به صورت کلی از صفهای صف اول و صف دوم مثلا بیرون بکنیم که برید در آخر بیستید، نه، این خلاف به اصطلاح احکام شرعی هست و خلاف اون مهر و مودتی هست که اسلام ما رو به اون تشویق کرده. چه بسا که با این بدرفتاری ما بچه رو به صورت کلی از نماز و مسجد در واقع دلزده بکنیم و به صورت کلی در ذهنش بمونین و گذشته از این هیچ گونه روایتی ما هم نداریم که بچه ها رو شما از میان صف ها بیرون بکشید. آیا در رابطه از مقعد برای زن هم غسل هست در حالی که زن ارضا نشده؟ خدمت شما عرض بکنم که رابطه مقعدی از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردند کسی که چنین کاری رو انجام بده و جز گناهان کبیره در واقع شمرده می شود. منتها موجب غسل هست، یعنی هم بر مرد و هم بر زن در هر دو صورت چه ارضا شده باشند یا نشده باشند از نظر شرعی غسل واجب می شود و تفاوتی نداره که این به اصطلاح رابطه طبیعی باشه یا رابطه مقعدی باشه، در هر دو صورت بر هر دو نفر از نظر شرعی غسل واجب می شود.
استاد، طلا پوشیدن چرا بر مرد حرام است؟ ببینید، ما در مورد احکام شرعی پایبند قرآن و سنت هستیم. چه این که ما حکمش را بدانیم، یعنی فلسفه یک حکم شرعی را ما بدانیم، یا این که ندانیم. از نظر شرعی وقتی که الله و رسول یک چیزی را فرمودند که فلان کار را انجام بدهید، ما سمعا و طاعه، یعنی اطاعت میکنیم از الله و رسول و اون کار را اگر امر باشه انجامش میدهیم، اگر نهی باشه از آن ما پرهیز میکنیم. در مورد طلا، رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده از طلا را برای زنان امت حلال قرار دادند، جایز قرار دادند، و استفاده طلا و ابریشم را برای مردان حرام اعلام کردند. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک دستشون یک تیکه طلا بود و در دست دیگرشون یک پارچه ابریشمی بود و فرمودند که الله متعال این دوتا را بر مردان امت من حرام کرده و بر زنان امت من حلال هست. منتها این فقط در مورد طلای به اصطلاح زرد هست، طلای اصلی. اما موارد دیگری که هستند، فلزات دیگری مانند نقره باشه یا طلای سفید باشه، فلزات دیگری، از نظر شرعی حرام نیست، جایز هست که مرد استفاده بکند. صرفا طلای زرد را رسول الله صلی الله علیه وسلم از این من فرمودند. نماز امام زمان واقعا باعث میشه که ما به نیتمون برسیم؟ ما چیزی به عنوان نماز امام زمان نداریم. این تمام نمازهایی که معروف شده تبلیغ میشه، نمیدونم نماز فلانی، نماز فلان امام، نماز فلان ولی از اولیاء الله، تا هیچ کدام از اینا سندیت ندارد. نماز رو شما برای الله متعال میخوانید، برای الله متعال، به رضای الله متعال، برای عبادت و تقرب به الله متعال نماز بخوانید و بعد از آن برای حاجت خودتون دعا بکنید، انشالله که پذیرفته می شود. همین نماز شما نماز حاجت می شود. این وقتی که حاجتی دارید 2 رکعت نماز بخوانید لله، برای الله متعال، برای رضایت الله متعال خالصانه بخوانید و بعد از آن برای حاجتتون دعا بکنید. یکی از جاهای اجابت دعا بعد از عبادتی هست که انسان انجام بدهد. اما اینکه نماز فلانی و نماز فلانی باشه، چنین چیزی ثابت نیست. دختری که تتو دارد نمازش قبول است؟ بله، نماز قبول هست. کسی که تتو داشته باشه، مردی یا زنی تتو داشته باشند، گرچه از نظر شرعی این کار جایز نیست، حرام هست، منتها مانع صحت نماز و وضو و غسل نیست. نماز کسی که تتو دارد، وضویش، غسلش از نظر شرعی درسته، زیرا که تتو زیر پوست هست و مانع ایجاد نمیکنه برای رسیدن آب به روی پوست. پس بنابراین هم وضو دارد، وضویش غسل هست درست است، و هم غسلش درست است، و هم نمازشون از نظر شرعی درسته. معنی اسم سامر چی است؟ سامر از سمر گرفته شده، یعنی به معنی این که کسی که شبها به اصطلاح حرف میزند، یعنی در مجلس شبانه کسی حرف بزند، صحبت بکند، 2 نفر که با هم دیگر بعد از نماز عشا با هم حرف بزنند در شب، این از نظر به اصطلاح لغوی معنی سامر هست. آب سفید یا ترشحاتی که از واژن زن میآید، آیا لباس را بی نماز می سازد؟ نه، مشکلی نداره. ترشحاتی که طبیعی هست، ترشحات طبیعی واژن، نجس نیستند، به این معنی که اگر به لباس زیر یا لباس زن اصابت بکنند، لباس آغشته بشه، لازم نیست که لباس را حتما عوض بکنید. منتها جز شکننده های وضو هستند. نظر جمهور و بیشتر فقها این است که جز شکننده های وضو هستند، یعنی هر چیزی که از سبیلین خارج بشود، حتی اگر که پاک باشد، حتی اگر اون چیزی که خارج می شود مانند ترشحات به اصطلاح واژن، ولو این که پاک هست، اما شکننده وضو هستن، باید وضو بگیرد. اما اگر ترشحات طبیعی نیست، به ترشحات به اصطلاح غریزی و جنسی هست، اون تفاوتی ندارد، هم از مرد باشه یا زن باشه، در هر دو صورت جزء نجازات شمرده می شود که مزی، یعنی مایع شفاف و رقیقی که در هنگام تحریک جنسی از بدن خارج می شود، اون جزء نجاسات هست. اما ترشح طبیعی زن جزء نجاسات نیست و لباس هم نجس نمی شود، منتها انسان باید وضو بگیرد.
تو نماز زیاد فکر و تصورات میاد به ذهنم، نمازم باطله. نه، نمازتون باطل نمیشه. اگر کسی در وقتی که نماز میخواند حضور ذهن ندارد و افکار و زیادی تخیلات و تصوراتی به ذهنش میاد، این سبب باطل شدن نماز نمیشود. منتها انسان باید سعی بکند تا جایی که ممکن هست اینها رو کم بکند. چیزی که در اختیار خود انسان هست، این در اختیار شما این است که وقتی که یک فکری به ذهن شما رسید اینو ادامه ندید، تمام به اصطلاح سناریو رو کامل ننویسید. وقتی به محض اینکه متوجه شدید که در حالت نماز هستید به همون مقدار به اصطلاح توقف بکنید، بیشتر ادامهش ندهید. اما اگر کسی نتوانست که افکار خودش رو کنترل بکنه در هنگام نماز، افکاری در ذهنش اومد از نظر شرعی، این سبب بطلان نماز نمی شود، گرچه در ثواب نماز تأثیر داده. هرچی که در نماز انسان حضور ذهن بیشتری داشته باشه و توجه بیشتری به ارکان نماز و به قرائت نماز و به اذکار و اورادی که در نماز هست، هرچی بیشتر توجه داشته باشه، بیشتر حضور قلب و خشوع و خضوع داشته باشد، ثوابش در واقع بیشتر هست. اما صرفاً به خاطر این که در نماز بوده و افکاری به ذهنش آمده، این سبب بطلان نماز نمی شود. آیا اجنه می توانند که به انسان آسیب جدی برسند؟ اجنه نمیتونند آسیب برسونند، چون که اجنه جمع جنین هست. جمع جنین، جنین یعنی بچه‌ای که در شکم مادر هست، به این میگن جنین و جمعش میشود اجنه. و جمع جن میشود جنها یا به اصطلاح که یا جان به صورت کلی. بله، اگر جنها مانند انسان ها هستند، امکان داره که جنهای شروری وجود داشته باشند و به انسان ضرر و زیانی برسانند و این ثابت شده در زمان قدیم هم بوده و در زمان قدیم حتی قبل از اسلام برخی از مردم وقتی که میرفتن جایی، اونگونه که در سوره جن الله متعال را نقل کرده و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، که برخی از مردان به اصطلاح انسان‌ها به مردانی از جنها متوسل می شدند، یعنی از اونا می ترسیدند، از اونا می خواستند که به ما ضرر و زیانی نرسانید. این ثابت هست که جن اگر شرور باشه میتونه که به انسان ضرر و زیان برسانه. اما در این زمینه انسان نباید توهم زیادی داشته باشه. به صورت کلی الله متعال جن را به این گونه بر انسان به اصطلاح مسلط نکرده که هر کسی بخواد هر کاری رو در واقع انجام بده. بالاترین به اصطلاح ضرری که شیطان و جنها به انسان میرسانند همین وساوس هست که در قلب انسان وسوسه میاندازند، انسان رو تحریک میکنند برای انجام گناه و نافرمانی الله متعال. در موارد بسیار معدودی امکان داره که ضرر و زیان به اصطلاح جسمی به انسان برسانند و راهش این است که انسان همیشه آیت الکرسی رو بخواند، بعد از هر نماز، هر صبح و هر شام این آیت الکرسی رو بخواند و بعد از هر نماز سوره اخلاص و فلق و ناس را بخواند. این و همچنین آیت الکرسی را هنگام خواب یا وقتی که از خونه بیرون می رود در بیرون، این آیت الکرسی را، این سوره هایی را که عرض کردم و خصوصا سوره بقره را که انسان بخونه، الله متعال انسان را از شر جنهای شرور حفاظت می کند. برای زن حایض جایز حفظ کردن و دور کردن قرآن کریم؟ بله، جایز هست. اگر زن در حالت پریودی باشه، در حالت حیض باشه، از نظر شرعی مانعی ندارد، میتواند که قرآن رو از روی حفظ بخواند.
دست زدن قرآن به اتفاق علما جایز نیست. برای کسی که در حالت جنابت هست یا زنی که در حالت پریودی هست نمیتواند به قرآن دست بزند. اما برای تلاوت قرآن از حفظ باشه یا از روی فرض کنیم که گوشی باشه یا قرآن به صورتی باشه که مستقیم دست نزنه، با یک حایلی مثلا با دستکشی مثلا ورق بزنه، در این صورت از نظر شرعی اشکال نداره، خصوصا برای کسی که به اصطلاح دانش آموز هست یا خودش معلم قرآن هست، نمیتونه که یک هفته 10 روز مثلا هر ماه مثلا به اصطلاح مرخصی بگیره یا اگر که به اصطلاح به تاخیر بندازه اون چیزی رو که خونده فراموش میکنه. در این صورت از نظر شرعی اشکالی نداره. نظر امام مالک رحمت الله علیه در این زمینه همین هست که برای زن حایضه جایز هست که قرآن تلاوت بکند، منتها به قرآن دست نزند. و حدیثی هم که در این زمینه آمده که جمهور فقها از اون استفاده کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من برای زن حایضه تلاوت قرآن را جایز نمیدونم، این روایتی است که ضعیف است از نظر سندی و نمیتوانیم که از اون به اصطلاح حکم شرعی را استنباط بکنیم. گرچه جمهور فقها به اصطلاح یعنی عمده دلیلشون در این زمینه قیاس بر حالت جنابت هست، منتها بارها عرض کردم که این قیاس یک قیاس به اصطلاح مع الفارق هست. جنابت یک حالت آنی هست، به اختیار خود انسان هست، انسان میتواند رفعش بکند، نهایتش مثلا 2-3 ساعت انسان جنوب باشه و میتواند برود غسل بکند. اما بحث پریودی این گونه نیست. نظر امام مالک رحمت الله علیه بنابر روایتی از امام احمد هم هست که اشکالی نداره، زن در حالت حیض و پریودی میتواند قرآن را تلاوت بکند، خصوصا وقتی که مجبور باشه برای آموزش یا اینکه شاگرد داشته باشه یا خودش معلم باشه. ببخشید، خانم میتونه خمس زکات بده؟ خمس زکات نداریم دیگه، زکات هست و خمس هم نداریم. از دیدگاه اهل سنت و الجماعت ما چیزی به عنوان خمس اموال برای اموالی که بسیار جزء مکاسب هستند، درآمد انسان هستند، اون ما چون این چیزی حکمی نداریم که مثلا 20% از مال خودش رو هر مسلمانی مثلا به یک نمیدونم برای به نام اهل بیت یا نمیدونم به چه عنوانی میگیرند. ما در عقیده اهل سنت و در فقه اهل سنت و الجماعت چنین چیزی نداریم. خمسی که در قرآن اومده فقط برای اموال غنیمت آمده. اموال غنیمت یعنی مالهایی که در جنگ به اصطلاح مصادره میشه به نفع مسلمانان، 1/5 خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اما برای اموال مسلمانان تنها چیزی که واجب هست زکات هست. تنها چیزی که بر مسلمان در مالش واجب هست زکات. زکات هم روی به اصطلاح اقلام مشخصی، مثلا کسی پول نقدی داره، طلایی داره، نقره‌ای داره، گاو و گوسفند و شتری داره، مزرعه‌ای داره، اینا از نظر شرعی زکات داره، یا اموال تجارت. اما مثلا وسایل زندگی که داره مصرف میکنه و حقوقی که ماهیانه میگیره مصرف میکنه، اجاره خونه، اجاره مغازه که میگیره مصرف میکنه، درآمد ماشینش که هست، اینا از نظر شرعی هیچ کدامشون زکات ندارن. به صورت کلی زکات 2 تا شرط اصلی داره. شرط اولش این است که باید مال و سرمایه شما به مقدار نصاب برسد و کمتر از اون زکات ندارد. نصاب معادل 85 گرم طلای خالص، طلای 24 عیار باشه و مال شما به این مقدار برسد. این شرط اول. و شرط دوم این است که 1 سال کامل بر آن بگذرد. اگر شما مالی که کسب کرده بودید، فرض کنید میلیاردها مال به دست شما اومد، اما 1 سال نشده بود که اینو مصرفش کردید، به هر صورت خونه خریدید، ماشین خریدید یا از دستتون به هر صورت رفت، در این صورت زکاتی برگردن شما نیست. و هر مسلمانی میتواند زکات خودش را خودش پرداخت بکند. لازم نیست که حتما به یک جهت خاصی شما بدهید زکات را. خودتون در خانواده خودتون، برادرتون، خواهرتون، به اصطلاح خویشاوندان نزدیکتون غیر از فرزند و پدر و مادر، شما می توانید که زکات خودتون را خودتون به فقرای خویشاوند خودتون بدید. این 2 تا ثواب داره، هم ثواب به اصطلاح زکات و صدقه داره و هم ثواب صله رحم.
گناه خودکشی چقدر است؟ گناه خودکشی دقیقا همون گناه قتل. خودکشی از نظر شرعی یک نوع قتل، ولی خودش یک قتل دیگه، یک نوع قتل نیست بلکه خود قتل است. همون وعیدی رو که الله متعال برای قتل داده که انسان یک فردی یک به اصطلاح مسلمانی رو قتل بکنه، یک انسان بیگناهی رو به قتل برساند، چه اندازه گناه دارد. وقتی که خودش رو هم بکشد معنیش این است که قتلی رو انجام داده. و دقیقا همون گناهی رو و همون تهدید و وعیدی رو که الله متعال برای قتل مسلمان در قرآن بیان کرده، دقیقا همان وعید برای کسی وارد شده که در واقع خودکشی بکند. الله متعال در مورد گناه قتل که انسان یک مسلمانی رو بکشد، الله متعال میفرماد و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما، که هر کسی که انسان مسلمانی را بکشد و به قتل عمدن به قتل برساند، مجازات اون جهنم هست که خالدن، یعنی برای همیشه در جهنم میماند. و غضب الله علیه، الله متعال بر اون خشم میگیرد. و لعنه، الله متعال اون را لعنت میکند. و اعد له عذابا عظیما، الله متعال برایش عذاب سختی، عذاب بزرگی رو الله متعال برایش فراهم کرده. این مجازات کسی هست که یک انسان بیگناهی رو، در واقع انسان مسلمانی رو به قتل رساند. و بنابر روایتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در صحیح بخاری و مسلم هست در مورد کسی که خودکشی بکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا. اگر کسی خودش رو در دنیا بکشد، به صور مثال اگر خودش رو از بالای کوهی پرت بکند تا برای همیشه، پیامبر فرمودند که در آتش جهنم فرو می رود، خالدا مخلدا فیها ابدا، برای همیشه و جاویدان و ابدا در آتش جهنم در واقع می ماند. و همچنین در روایت اومده که اگر کسی سم می بخورد، با اینکه سم خودکشی بکند، در آتش جهنم برای همیشه این سم در دستش هست و این رو میخورد. و اگر کسی با خودش را با یک تیزی و کاردی در واقع از بین ببرد بکشد، پیامبر فرمودند در آتش جهنم این کار در دستش هست و به همین صورت عذاب میبیند. و در روایت دیگر اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر کسی در دنیا خودش را با چه وسیله بکشد، در روز قیامت با همان وسیله در آتش جهنم در واقع عذاب داده می شود. این به عنوان یک به اصطلاح وعیدی هست از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتها این یک نقطه ای رو در این زمینه حتما باید شما مد نظر داشته باشید که بالفرض اگر کسی قتلی رو مرتکب شده باشد یا این که یک فردی خودکشی کرده باشد، ما حق نداریم که اون را بگوییم که فلانی جهنمی هست. به هیچ عنوان ما اجازه نداریم که یک فرد مسلمانی را که با ایمان مرده، ولو اینکه قتل کرده باشه، ولو اینکه زنا کرده باشه، شراب خورده باشه، ولو اینکه خودکشی کرده باشه، ما اجازه نداریم که اون را در واقع جهنمی بنامیم. این که ما میگه فلانی جهنمی هست یک حکمی هست، شما اجازه ندارید حکم بکنید. حکم نهایی را الله متعال میدهد. این که الله متعال در مورد قاتل، در مورد کسی که خودکشی کرده مثلا فرموده که برای همیشه در آتش جهنم میماند، این یک وعید و تهدید، یک حکم قطعی نیست. و وعید الله متعال مانند وعده نیست، یعنی یک تفاوت وجود داره در میان وعده های الله متعال و در میان وعید الله متعال. وعده یعنی این که الله متعال فرموده هر کسی فلان کار رو بکند فلان پاداش رو به طور مثال من به اون میدم. الله متعال به هیچ عنوان خلاف وعده نمی کند. ان الله لا یخلف المیعاد. در چندین جا از قرآن و احادیث رسول الله آمده که امکان ندارد الله متعال خلف وعده بکند.
بکند. این زیرا که خلف وعده کردن در واقع یک نوع عمل نکوهیده هست، یک خصلت بد و زشتی هست و الله متعال از عیبه ها و خصلت های زشت پاک و مبرا هست. امکان ندارد که الله متعال خلف وعده بکند. اما خلف وعید یک نوع کرم هست و یک نوع لطف و رحمت هست. امکان دارد که الله متعال خلف وعید بکند. وعید داده، تهدید کرده که هر کسی این کار رو انجام بدهد جزایش برای همیشه در آتش جهنم هست. منتها امکان داره الله متعال به رحمت خودش اون فرد رو ببخشه. شاید اون فردی که این کار رو انجام داده از طرف دیگر اینقدر ثواب داره که این گناه در مقابل اون دریای نیکی هاش به جایی نرسد. شاید مشمول به اصطلاح شفاعت پیامبر یا یکی از اصحاب و اولیا بشود. شاید که انسان مسلمانی برایش دعای بکند. شاید صدقه جاریه‌ای داشته و چندین شاید دیگر و امکان داره که الله متعال به این سبب گناهش را بخشیده باشد. پس بنابراین وقتی کسی خودکشی کرده، گناه کرده، درسته، و گناه کبیره رو کرده، درسته، و این که الله وعید داده، تهدید به جهنم کرده، این هم درسته. اما این که قطعا جهنمی هست و برای همیشه در جهنم میماند، این اجازه رو ما نداریم که چنین حکمی بکنیم، زیرا که از نظر شرعی و عقیده اهل سنت این است که هیچ انسان مسلمانی که با ایمان از دنیا رفته باشد برای همیشه در آتش جهنم نمیماند. انسان مسلمان به اندازه گناهی که انجام داده امکان داره که مجازات بشود و نهایتاً از جهنم خارج میشه، زیرا که الله متعال میفرماد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله متعال گناه شرک را، کسی که شرک بکند و توبه نکند، مشرک از دنیا برود، الله متعال گناهش را نمیبخشد. اما اضافه بر این و علاوه بر این هر گناهی که باشد این در مشیت الله متعال است. یعنی اگر الله متعال خواست و الله متعال اون رو در واقع میبخشد. آیا با کفش نماز جنازه بخوانیم؟ در منطقه ما عده‌ای میگن باید با کفش نماز بخوانید و مخالف یهود بکنید. ببینید در مورد نماز خواندن به صورت کلی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت حضرت انس هست، در صحیحین آمده و در کتب سنن آمده که اصحاب رسول الله یا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم با کفش نماز میخوندن. در اون زمان با کفش نماز میخوندن، زیرا که مثلا مسجد النبی در اون زمان مثلا سنگریزه پهن شده بود و کفش به اصطلاح سنگریزه بود. مردم می آمدن با کفش رفت و آمد میکردند، حتی با کفش هم نماز میخوندن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی مشغول نماز بودند، در این وسط نماز کفشای خودشون رو بیرون آوردند و وقتی که پیامبر کفشش رو بیرون آوردند، بقیه مقتدیا که پشت سر بودن صحابه، اونا هم کفشای خودشون رو بیرون آوردند و وقتی که بیرون آوردند بعد از نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شما چرا کفشاتون رو بیرون آوردید؟ گفتن یا رسول الله ما دیدیم که شما کفشتون رو بیرون آوردید از پایتون، ما فکر کردیم حتما حکم جدیدی نازل شده و نماز خواندن با کفش رو ممنوع کرده. پیامبر فرمودن نه، چنین چیزی نیست، فقط جبرئیل به من خبر داده بود که زیر کفش شما از کوچه که می آمدید، از راه که می آمدید، نجاستی رو روش پا گذاشتید، کفش شما نجس شده بود، پس بنابراین جبرئیل به من گفت کفش تو در بیار. من در آوردم، اما شما نباید در می آوردید. و وقتی که روی کفشی ما ببینیم عملاً که نجاستی وجود داره، نماز خواندن با چنین کفشی جایز نیست. اما اگر نجاستی نباشه، بالفرض هم که در مسیر راه نجاستی رو ما روش پا گذاشته باشیم، اگر مسیری رو ما طی کردیم و رفتیم با کفش خودمون، خود همین خاک یکی از پاک کننده ها است، مانند آب. یعنی شمشیری رو، کاردی رو که خونی هست شما با زمین بمالید یا کفشی رو که نجس هست شما با زمین بمالید، این خود به خود در واقع پاک می شود. خصوصا برای نماز جماعت که به اصطلاح در بیرون خونده میشه هیچ گونه اشکالی نداره. نماز جنازه با کفش هیچ گونه اشکالی نداره و جایز هست. حتی نماز فرض رو اگر کسی با کفش بخونه، رفته بیرون تفریح، مثلا پیکنیک رفته، هوا سرده، نمیخواد کفشش رو در بیاره، از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی وجود ندارد و کاملا جایز است. و در برخی از جاها مثلا بعضی از مردم کفشا رو در می آورند
و دوباره روی کفش می ایستند و نماز میخونن. خب این تفاوتی نداره، چه کفش رو در بیاری چه در نیاری، در بیاری روی کفش بیستی، هر دو معنیش یکی هست. جایز هست اگر کسی کفشش رو در آورد اشکالی نداره، اما اگر کسی هم با کفش نماز خواند اینم نباید گیر بدیم، زیرا که صراحتا رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی نمازهای فرض رو با کفش میخوندن. اما این که مثلا به خاطر مخالفت با یهود باشه که الان شاید مثلا در اون زمان این گونه بوده، گرچه روایت هم صحیح از در این زمینه، و به این خاطر در اون زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با کفش نماز میخوندن و الان ما چون این چیزی رو در مساجد امکان نداره نماز خوندن با کفش، به این معنی هست که به اصطلاح مساجد نظافتشون از بین میره، کثیف میشن و هیچ کسی قائل به این نیست که با کفش بریم در داخل مسجد. اما حکم جواز این است که اگر کسی در بیابان در جایی که هست که به اصطلاح فرشی وجود نداره با کفش نماز خوند، حتی نماز فرضش هم از نظر شرعی اشکالی نداره و درست است. من متأهلم شوهرم خیانت کرده بهم، منم ناراحت شدم و منم خیانت کردم، ازش آیا حرام هست؟ ببینید خیانت هست، زنا جز گناهان کبیره هست و جز گناهانی هست که بسیار سنگین هست و برای همه گناه زنا سنگین هست، یه انسان متأهل باشه یا مجرد باشه. اما برای کسی که متأهل هست این دیگه گناهش سنگین تر هست، مجازاتش هم سنگین تر هست و خصوصا اگر زن باشه باز هم دیگه کراهتش و زشتیش سنگین تر هست، زیرا که در واقع امکان داره که نطفه یک مرد دیگری مثلا جنین منعقد بشه و یک به اصطلاح فرزندی به دنیا بیاد و اینو به نام کسی دیگر بزند. این که سری که زندگی شما خیانت کرده به هیچ عنوان مجوزی برای این که شما هم به اصطلاح روی پاک دامنی خودتون پا بگذارید و شما هم آلوده بشید، به هیچ عنوان این دلیل نمیشه و این انتقامی از شوهر شما در واقع نیست. شما از خودتون انتقام گرفتید، شوهرتون خیانت کرده، خودتون هم خیانت کردید، شوهرتون گناهکار شده، شما هم خودتون رو گناهکار کردید. به هیچ عنوان این کار درستی نیست و توجیهی این نیست. شما سعی بکنید با شوهری که به اصطلاح اهل خیانت هست نصیحتش بکنید، از خانواده کمک بگیرید تا اینکه نصیحتش بکنن که دست از این کارش برداره و نهایتش اگر که به هیچ عنوان نتوانستی کنار بیایی میتونی از اون جدا بشی. اما این که با هم زندگی بکنید، اون بره برای خودش فساد بکنه، شما هم بری برای خودتون فساد بکنید، این در واقع هیچ چیزی از گناه شما دو نفر کم نمی کند و هر دوتاشتون قابل ملامت و گناهکار هستید. آیا بعد از 5 سال ازدواج وقتی شوهر نتواند خانم خود را ارضا کند، خانمش چه کار کند؟ چه راه حلی دارد؟ و آیا به شوهر گناه می شود؟ ببینید اگر شوهر واقعا به اصطلاح نمیتواند، شاید مثلا مشکلی داشته، یک ضعفی داره، بیماری داره، نمیتونه رابطه جنسی داشته باشد، راهش این است که خب الحمدلله امروزه وجود داره علاج مانند بقیه بیماری ها هست و نباید انسان از این شرم بکنه اگر کسی مشکل داره خب بره دنبال دوا و درمانی خودش رو معالجه بکند. اما بالفرض اگر فرض بکنیم که یک مردی به صورت کلی به قول فقها عنین هست، یعنی اصلا توان برقراری یک رابطه جنسی رو نداره و زن هم به اصطلاح نیاز داره، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، از نظر روحی روانی شاید نیاز داشته باشه، از نظر جنسی مثلا نیاز داشته باشه، امکان داره که مثلا به گناه مرتکب بشه، در این صورت از نظر شرعی زن میتواند که تقاضای طلاق بکند و انسان زن مصلحت خودش رو نگاه بکنه. اگر مصلحت اینه که با این شوهر زندگی بکنه و به این راضی باشه خب این اختیار خودش هست، اما اگر نمیتونه که با اون بسازه از نظر شرعی هم مجبور نیست، میتواند که به اصطلاح تقاضای طلاق بکند. مولانا صاحب اگر کسی از روی عصبانیت به زنش بگم زن طلاق باشم چه حکمی دارد؟ اگر کسی از روی عصبانیت به
شوهرش به زنش بیاد که اگر زن طلاق باشم که اگر این کار رو بکنم، خب این که به اصطلاح لفظ طلاق نیست، این که تهدید به طلاق بکند این طلاق نیست، تهدید به طلاق هست. اما اگر کسی گفته باشد، به زنش گفته باشد تو طلاق هستی، تو را طلاق دادم، تو طلاقی، این الفاظ طلاق هست. اگر این عصبانیت یک عصبانیت به معمولی هست، مثلا صدایش بالا رفته، به اتفاق فقها در این صورت طلاق واقع می شود. عصبانیتی که در حد پایین باشه، به جمهور فقها و تمام علما نظرشون بر این است که طلاق واقع می شود. اما اگر این عصبانیت، فرض کنیم یک فردی خودش مشکل عصبی دارد، یا فرض کنیم موادی رو استفاده کرده از حالت طبیعی نبوده، مثلا قرص مثلا مصرف میکنه، قرصش رو نخورده و الان به اصطلاح عصبانی شده و در حالتی بوده که به صورت کلی از بر خودش کنترلی نداشته، این یک بحث جداگانه است. در صورتی که به صورت کلی کنترلی نداشته باشد و اصلا یادش نمیآید که چی گفته، در این صورت طلاق واقع نمی شود. آیا اگر کسی که قرآن را حفظ بوده فراموشش کند گناهکار است؟ فراموش کردن قرآن دو تا حالت داره. یکی این است که شما عمدن این کار رو انجام داده باشید. یکی حافظ قرآن هست، عمدن میخواد که قرآن رو مثلا فراموش بکنه و عمدن کوتاهی میکنه. خب قطعا در این صورت بیشتر علما نظرشون بر این است که این فرد در واقع گناهکار هست و یک نعمت بسیار بزرگی رو که الله متعال به این فرد داده، این کفران نعمت حفظ هست. اما اگر کسی به طور مثال به خاطر اینکه سنش بالا رفته، مثلا سوره هایی رو که حفظ بوده الان از یادش رفته، یا به خاطر اینکه کار و مشغولیت خیلی زیاد داشته مجبور شده الان بره کارگری بکنه و کار دیگری نتونسته که به اصطلاح حفظش رو مراجعه بکنه و دور بکنه و از یادش رفته، در صورتی که عمدی نبوده گناهی بر این شخص نیست. اگر عمدی نبوده، به خاطر اینکه سنش بالا رفته و مشغولیت‌های زیادی داشته، حفظ قرآن را که داشته یا سوره هایی را که حفظ بوده الان فراموش کرده، در این صورت برگردن اون گناهی نیست. در این زمینه روایتی اومده در سنن ترمذی هست و در سنن ابو داود هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که گناهان امت من بر من عرضه شد و در میان گناهانشون من چیزی را بالاتر از این ندیدم که کسی یک سوره ای را حفظ بوده و بعدا آن را فراموش بکند. یک دو تا روایت در این زمینه داریم. این روایات ضعیفند. این گونه نیست، یعنی اگر کسی یعنی بی اختیار و ناخواسته قرآن را از یادش رفت، به اصطلاح گناهکار باشه. اما اگر عمدن این کار را کرده و به اصطلاح به عنوان یک نوع بی‌حرمتی به قرآن و عمدن خواست این رو به اصطلاح فراموش بکنه، این در واقع یک نوع کفران نعمت هست. اگر دختری در خانه موهایش را مثل کوهان شتر ببندد باز هم گناه هست؟ در مورد این که به اصطلاح دختران یا خانم ها موهایشون را کوهان شتری ببندند، به گونه‌ای که مثلا منظور از کوهان شتر این که جمع بکنند بالای سرشون، مثلا که سرشون مانند کوهان شتر در واقع دیده بشه، بسیار از علما معتقد بر این هستند که این حرام هست. این حرامه، میگویند که زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع این رو جزء نشانه های زنهایی قرار داده که مورد لعن و نفرین رسول الله بودند، یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که اونها به بهشت نمیروند. در این زمین روایتی هست، روایت هم صحیحه، در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صنفان من اهل النار لم ارهما، دو تا گروه هستند که جهنمی هستند و من اونها را ندیدم. یکی از این دو تا گروه مردانی هستند که شلاق‌های مانند دم گاو در دست دارند و با اون مردم را میزنند. این گروه هستند. و گروه دومی که رسول الله فرمودند و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت، زنانی هستند که به اصطلاح کاسیات لباس پوشیدند، عاریات اما برهنند،
یعنی نشانه این است که لباس خیلی نازکی به اصطلاح پوشیدند که بدنشون کاملا نمایان هست و میل دارند، به اصطلاح فریبنده هستند، زنها را مردها را به طرف خودشان میکشانند و خودشون هم به مردها در واقع علاقه دارند، میل دارند و خب یعنی دنبال در واقع رابطه نامشروع هستند. رؤوسهن کاسنمة البخت، سرهایشان مانند کوهان شتر هست. پیامبر این وصف رو برای اونها بیان فرمودن. پیامبر فرمودن لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها، اینها وارد بهشت نمیشوند و بوی بهشت را هم اینها استشمام نمیکنن، با این که بوی بهشت از مسیر بسیار طولانی هم در واقع استشمام میشود. بسیاری از علما از این روایت استنباط کردند که پس بنابراین بستن موها به صورت کوهان شتر که آنگونه که امام نووی رحمت الله علیه میفرماد، یعنی که سرشون رو بزرگ جلوه بدن، ببندن بالای سرشون که بزرگ دیده بشه، فرمودند که بیشتر علما نظرشون بر این است که این در واقع حرام هست و نباید این زنها این کار رو انجام بدن، زیرا که در این زمینه وعیدی در واقع وارد شده. پیامبر فرمودند اینا وارد بهشت نمیشوند. اما طیف دیگری از علما نظرشون بر این است که این صرفاً یک نوع علامت هست، صرفاً یک نوع علامت است. نه معنی این روایت این نیست که هر کسی زنی که موهایش رو بالای سرش بس و اون گونه که امروز مرسوم هست و به اصطلاح هیچ تشابهی با بقیه کافران نیست و یک به اصطلاح عادت شده و به اصطلاح یک روشی هست و معمولا این گونه هستند که زنها موها رو مثلا برای خوش کردن، مثلا کسی که موی بلندی داره پشت سر مثلا اینها رو میبندند یا کلیپس مثلا میزنند و این در واقع مشمول این روایت نمی شود. عرض کردم که این روایت صرفاً یک نوع علامت هست، یک نوع علامت هست و نه یک حکم شرعی، و خصوصاً که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب را همراه با چند گزینه دیگه فرمودند که اینها لباس پوشیدند اما برهنه هستند، یعنی برهنه باشه، مایل باشند به طرف مردان، یعنی خودشون رو عرضه بکنند یا مردان رو به طرف خودشون جلب بکنند و نه اینکه صرفاً چون که موهای سرشون بالای سرشون بستن این در واقع این گناه باشه برایشون. و این دقیقاً مانند روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری هم اومده در مورد خوارج که به اصطلاح در رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونا خبر دادم که یک گروهی به وجود خواهند آمد که قرآن رو میخونند اما قرآن به اصطلاح از حلقشون پایین تر نمی رود و شما در مقابل اون نماز و عبادتی که اونها میخونند نماز و عبادت خودتون رو کم جلوه میدید و کم میپندارید، یعنی خیلی نمازگزارن در ظاهر، که پیشین گویی بوده که برای خوارج که به وجود میان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سیماهم التحلیق، نشانه این گروه کافر و مارق که از اسلام خارج میشوند نشانهشون این است که سرهای خودشون رو میتراشند. خب این صرفاً به عنوان یک نشانه ذکر شده و به اتفاق علما برای مسلمان جایز است که موی سر خودش رو بتراشد و هیچ گونه اشکالی نداره، گرچه این برای خوارج به عنوان یک سیما و یک علامت آمده. و این موردی که در این روایت آمده که رؤوسهن کاسنمة البخت هم اینم به عنوان یک سیما و به عنوان یک علامت است و خصوصا وقتی که در خانه و منزل باشه که فرد نامحرم رو در واقع نمیبیند. آیا نماز مرد و زن فرق دارد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کلی بنابر روایتی که در صحیح بخاری هست فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنگونه که من نماز میخوانم شما هم مانند من نماز بخوانید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام روایاتی که نماز را آموزش دادن به اصحاب رسول الله صلی الله به اصحاب خودشان در واقع هیچ گونه تفاوتی رو در میان نماز مرد و زن بیان نکردند، با اینکه جلسه خصوصی مخصوص زنان هم داشتن، پیامبر موعظه میکردن برای زنان. در هیچ روایت صحیحی نیامده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانم ها گفته باشه که شما به گونه دیگر
دیگری نماز بخوانید. تنها تفاوتی که در نماز وجود داره بین زن و مرد اینه که زن باید تمام بدنش کاملا پوشیده باشد، یعنی عورت زن با عورت مرد تفاوت داره. اما در کیفیت قیام، در کیفیت رکوع، در کیفیت سجده، در چیزها و اذکار و اوراد و به اصطلاح فرایض و واجبات نماز هیچ گونه تفاوتی در میان مرد و زن وجود نداره. گرچه برخی از فقها گفتند یا بسیار از فقها گفتند که زن وقتی که نماز میخونه در سجده خودش را مثلا یک مقدار جمع‌تر بکنه، اما این که زنها خودشون رو کاملا میخوابونند بر روی زمین و این ساعد رو بر روی زمین میگذارند و سینه هم به اصطلاح کلا روی پاها باشه و پاها رو هم به اصطلاح باز میکنند و میخوابند روی زمین، این رو رسول الله صلی الله علیه وسلم از این من فرمودند و در روایات از رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ گونه تفاوتی در میان نماز زن و مرد بیان نشده، روایت صحیحی نداریم. نهایت چیزی که فقها گفتن همین است که در هنگام به اصطلاح سجده کردن یک مقدار خودش رو جمع جور بکند، نه اینکه به صورت کلی بر روی زمین بخوابد. سلام استاد، خوردن شیر الاغ از نظر شرعی حرام است؟ بله، از نظر تمام فقها خوردن شیر الاغ از نظر شرعی حرام هست و روایت در صحیح بخاری و مسلم داریم. در صحیح مسلم روایت متعددی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایت ابو ثعلبه رضی الله تعالی عنه آمده که حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم لحوم الحمر الاهلیه، که رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشت الاغ اهلی رو در واقع حرام اعلام کردن و در روایت دیگر از اگر اشتباه نکنم ابو سعید یا جابر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز غزوه خیبر گوشت الاغ رو در واقع حرام کردند و به اتفاق علما حیوانی که گوشتش حرام هست شیرش هم از نظر شرعی حرامه. هر حیوانی که گوشتش حرام هست از نظر شرعی، چون که شیر از آن به اصطلاح به وجود آمده، شیرش هم از نظر شرعی حرام هست و خوردنش از نظر شرعی در واقع جایز نیست. پس بنابراین خوردن شیر الاغ از نظر شرعی به اتفاق فقها حرام هست و حتی بسیاری از فقها معتقد بر این هستند که نجس هست، یعنی از بحث حرام بودن نجاست رو هم استنباط کردند و اضافه بر این که حرام هست گفتند که در واقع نجس هم هست. مرد در حالت جنابت میتواند از حفظ قرآن بخواند؟ نه، جایز نیست. برای کسی که در حالت جنابت هست جایز نیست که قرآن بخواند. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر حالتی قرآن ذکر میکردند جز حالت جنابت، یعنی ذکر کردن و تلاوت قرآن در حالت جنابت از نظر شرعی جایز نیست ولی اینکه از حفظ باشد. منتها شنیدن قرآن جایز هست. شنیدن قرآن برای کسی که در حالت جنابت هست اشکالی نداره. حالا فرض کنیم که در فردی در حالت جنابت هست، گوشی دستش هست، در اینستاگرام و جاهای دیگه مثلا صدای قرآن رو میشنود، گناهی برگردنش نیست، این اشکالی نداره. اما تلاوت قرآن جایز نیست. این فرق میکنه با حالت به اصطلاح پریودی و زن در حالت حیض که عرض کردم که چون که حیض به اصطلاح مدتش طولانی هست و روایتی هم در موردش نیومده که ممنوع باشه، روایت صحیحی وجود نداره، به این خاطر حکم تلاوت قرآن نسبت به فردی که در حالت جنابت هست و فردی که در حالت پریودی هست متفاوته. حکم تغییر جنسیت چی است؟ ببینید، تغییر جنسیت
یعنی تغییر جنسیت از نظر شرعی جایز نیست که انسان تغییر بده. یعنی یک فردی جنسش فرض کنیم مذکر هست، اینو تغییر بده به مؤنث یا برعکسش، این از نظر شرعی جایز نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی را که خلقت الهی رو تغییر میدن، در بدنشون رو دستکاری میکنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو نفرین کرده. اما اگر یک موردی باشه که یک فردی به طور مثال دو جنسه باشه، خنثی باشه، این میتواند تعدیل جنسیت انجام بده. یعنی نگاه بکنند، پزشکان مشوره بکنند و بررسی بکنند که این به اصطلاح فرد به جنس مذکر نزدیکتر هست یا به جنس مؤنث نزدیکتر است. این را به اصطلاح علاج بکنند و برگردانند به همون جنس اصلیش، اون جنسی که به اصطلاح نزدیکتر هست. این از نظر شرعی اشکالی نداره. اما این که کاملا مثلا تغییر جنسیت بدن، این از نظر شرعی به هیچ عنوان جایز نیست. خب دوستان عزیز، به همین مقدار کفایت میکنیم و تا فرصتی دیگر شما بزرگواران را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.